تصاویر جالب با باور نکردنی اجمل زین با دخترش. اجمل زین با کی عروسی کرده است؟ اجمل دارای چند اولاد می باشد؟ اجمل زین در شهر لندن مصروف چی کاروباری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. اجمل زین هنرمند تازه کار، جوان و مطرح کشور که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور مطرح است. اجمل زین راه هنر موسیقی را در سن خیلی طفولیت انتخاب کرد و علاقه فراوانی با آوازخوانی و نواختن پیانو داشت. اجمل با اشتراک در برنامه رقابتی صدای افغانستان تلویزیون طلوع توانست در این پروسه خوب بدرخشد و تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار گرفت. اجمل با آریانا سعید چندین آهنگ ساختند و با کمک آریانا سعید اجمل زین توانست به کشور لندن برود. اجمل با رسیدن به کشور لندن ازدواج کرد و با یک دختر افغان در کشور لندن ازدواج کرده بود و ثمره ازدواجش اکنون یک دختر می باشد. چند روز قبل اجمل زین تصاویر خودش، دخترش و همسرش را در صفحات اجتماعیش نشر کرد که مورد حمایت، تشویق فراوانی از مردم و علاقمندانش قرار گرفت و سوالات فراوانی درباره اینکه اجمل زین چی وقت عروسی کرده است، آیا همسرش افغان است و یا هم انگلیس، به دلیل اینکه دخترشان کاملا شکل و شمایلش به مردم انگلیس میماند پرسیده بود و اجمل زین تا کنون پاسخی برای علاقمندانش نداده است. ما هم آرزوی سلامتی، کامیابی و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود داریم و خداوند دختر اجمل زین را با تمامی اطفال کشورمان در حفظ و امان خود داشته باشد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان اجمل زین به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.